قال الملأ الذين استكبروا من قومه، گفت ملأ، گفت امو اشرافا، امو کلانا که مجلس ها را پر میکنه، خیتاش کلان کلان شده، از درباری های پاچه ها خیلی زیاد خورده. و میگه الذین، امو مردم ها، کدام مردم ها؟ استکبروا، که مرضی تکبر داره، خود کلان میتراشه، هیچ چیز یاد نداره لیکن خود کلان میگه من یاد دارم. من قومی، از قوم شعیب علیه السلام. چی میگه؟ لنخرجنک یا شعیب. دلیل در مقابل شعیب علیه السلام داره؟ دلیل در مقابل لوط علیه السلام قوما داشت؟ دلیل در مقابل هود علیه السلام داشت؟ در مقابل صالح علیه السلام؟ این مردمات دلیل نداره که روی مذاکره و روی چی بگوی مسالمت آمیز بیا در یک فرش بشینه قطی تو بحث بکنه. نه 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 نه، در سری منبر میبره، کولا سفیدا پیدا شده، نو آمده، مذهبیتانه خراب میکنه، از قرآن و حدیث دلیل میگه، نمانه شده فرقی سرش بزنه. اول دعوایشان هم توحید است. زمانی که گفت توحید، الله اکبر، یک شاگرد برش میگفت موحد هستی، گفت نه 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 انا لله و انا الیه راجعون. ملاها مردم از توحید بیزار کرده بود که کلمه توحید در زبان کسی نبیه. عجیب است، الله رحم بکنه. قال الملأ الذین، گفتمو سردارا، اشرافا، زوردارا، کسانی که استکبروا، خود کلان میتراشیدن، من قومی، از قوم شعیب علیه السلام، لنخرجنک، خام خاطر از این قریه میکشیم یا شعیب علیه السلام، والذین آمنوا معک، کسانی که ایمان آورده امرای تو، من قریتنا، از قریه ما شما واره مردم خوش نداریم. چرا تفرقه انداختی؟ او لتعودن فی ملتنا، یا باز میگرده دمو روش ما، باز میگردی. شعیب علیه السلام سابق قطعی یک جا بود؟ نه، انبیاء علیهم السلام از شرک و کارهای غلط و عیبدار قطعا پاک است قبل از نبوتم. دیگه چرا میگه لتعودن؟ چون که شعیب علیه السلام مامور به تبلیغ نشده بود، در ظاهر کسی را سابق نمیگفت، فکر میکرد که یا البته چی هست؟ موافقی ماست، حالا که موافقش نبوده، از او خاطر لتعودن نگفت. سوم ترجمه، اینجا تنها شعیب علیه السلام نمیگه، اما کسانی که ایمان آورده که سابق راستی امرای از او بوده، اونو را میگه. مثل که ما و شما تو قطما همین رقم بودی، حالی تو رفته ای وابی شده ای، نمیمانیم تا. یا سوم تعودن به معنای داخل شدن است، یا است که داخل میشه فی ملتنا، در روش ما. نمیگه حالی دلیل نداره، فقط میگه قطما موافق شوی. شعیب علیه السلام خب بسیار خطیب بلیغ است. چی میگه؟ قال اولو کننا کارهین، اگرچه ما بد دانستنیستیم، اگرچه ما بد دانستنیستیم شما ما را مجبور. عقیده تحمیلی اساس داره؟ خود تا وقتی که تو این چوٹه تا بالا گرفته که خلاص شدی، بس دیگه هیچ چیز وجود نداره، این خود شده نمیتونه. در دوران حکومت طالبان ما کسی را گفتم از کلانایشانه، ما گفتم به این قمچین مردم نماز خواندن این مفهوم نداره، با این قمچین حجاب پوشیدن معنا نداره، با این قمچین لنگی سر کردن، با این قمچین ریش گذاشتن این معنا و مفهوم نداره. اگر میخواین که واقعا مردم اینمی کارا را انجام بده، تو باشی یا کسی دیگری باشه، عقیده را در قلب از یا داخل کو و مردم عقیده را پیدا بکنه. بس عقیده است که عمل سرش درست میشه. اما عقیده اگر گنده باشه تو به زور، تا وقتی که تو هستی است، که نیست. امو خاطر بود که وقتی که امی خلاص شد، ملام لنگی سفید دور انداخت، پکول سر کرد. امو تربوت یا نبود؟ تحمیلی. یک چیزی به انگیزه و عقیده میشه، یک چیزی به فشار نباشه. شعیب علیه السلام میگه که اگر شما تحمیل میکنی عقیده تان سر ما، این مفهومی نداره. قد افترینا علی الله کذبا، یقینا ما جور کده باشیم بالای الله دروغه، این عدنا، اگر بازگشتیم، فی ملتکم، در روش شما، کدام رایی که شما روان استی پس بگردیم، ما سری الله دروغ جور کده باشیم. بعد اذ نجانا الله منها، پس از که الله ما را نجات داده از ایرا. دو گپی خیلی مهمه شعیب علیه السلام میگه. یکی، عقلم نمیپذیره که یک کسی آبادی را خودش بکنه و کلنده بگیره بیران کده بره. عجیب است. شما سرمای ترکا را میکنه مثل که یک کسی آبادی بکنه پس بیران کنه. اوجا ما دعوا داریم، امکان نداره که ما عالی. علتش چیسته؟ اشاره به این میکنه شعیب علیه السلام، نور توحید زمانی که در قلب کسی داخل شود، هیچ امکان نداره که او نور توحید فراموش شود شعلش و پس بره نعوذ بالله در تاریکی. امکان نداره قطعا. یک. دوم،
دوم گپ میگه ای از ناحیه خود ما نیست، این دادی کیست؟ الله متعال است. الله اکبر. ما و شما که 2 روز عقیده توحید داشته باشیم، این قدر کلان کلان خدا میتراشیم که یک مد جنت هستم دیگه کلگی در دوزخ است. نه، شکری الله را زیاد بکش که الله برات توفیق نصیب کرد. آن قدر عاجزی ظاهر کو که الله برات توفیق داد که با کتاب خود تو را آشنا ساخت، با کتاب خود تو را رابطه تا پیدا کرد، با کتاب از اون محبت تو پیدا شد. این دادی کیست؟ الله توفیق داده. شعیب علیه السلام میگه الله ما را نجات داده بود از این عقیده. ما چطور باز بگردیم؟ چیزی داده شدگی الله را آدم اعلام میکنه ها، که مردم هر قدر تو را تهدید کنه، داد الله اعلام نمیشه و این داد الله است. یقینا در زندگی انسان برابر عقیده هیچ چیز ارزش نداره. داره؟ نداره. هیچ چیز ارزش نداره. پس تمام مال، متاع، زور، تهدید، اما چیزا در مقابل عقیده قطعا مقابله کردن نمیتونه. هیچ امکان نداره. مؤمن واقعی زمانی که نور توحید در قلبش داخل شوه، ولو که در دیگ جوش انداخته میشه، گاهی هم نمیگرده. امیر رقم حالات سری صحابه آمد و نشان داد که نور توحید چی را میگه. دیگه بعد از او و ما یکون لنا ان نعود فیها، نیست برای ما که ما باز بگردیم در این روش شما، در ملت شما، الا ان یشاء الله، مگر اگر بخواه الله، ربنا، رب که پروردگار ماست، مالک متصرف، کل اختیارات از اوست. کل اختیارات از اوست. اگر الله بخواه ما باز میگردیم، خو الله نمیخواه. چرا نمیخواه؟ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، فراخ است پروردگار ما بالای تمام چیزا از حیثیت علمش، یعنی علم الله فراخ است، همه چیزا را گرفته. چطور شده میتونه که الله ما را یک دفعه نجات داده به نور توحید، باز ما را در تاریکی بندازه؟ نعوذ بالله. خو اعتراض بالای علم الله میشه، اعتراض بالای علم الله میشه. الله خو میدونه بدبختی روش شما را، هیچ وقتی امکان نداره. خدا زمین اشاره میکنه که سیکو همه امور در اختیاری کیست؟ الله متعال است. علی الله توکلنا. چرا ایره میگه؟ میفهمه قوم تهدید میکنه، از زور کار میگیره، از فشار کار میگیره. اینه چی چاره داره شعیب علیه السلام؟ علی الله توکلنا، خاص بالای الله. اصلش توکلنا علی الله است، برای تخصیص میگه خاص بالای الله متعال توکلنا، ما اعتماد میکنیم. اسباب ظاهری نداریم، توانمندی ظاهری حسی نداریم که قطع قوم بزنیم. ما خیلی کم و این مردم خیلی زیاد. خب بله، سریکی اعتماد میکنیم. ربنا افتح بیننا، ای پروردگار فیصله کو در بین ما و بین قومنا، در بین قوم ما، بالحق، با آن چیزی که راست و واقعیت داره فیصله شود. و انت خیر الفاتحین، تو بهترین فیصله کننده هستی. فیصله را تو میکنی، فیصله را بکن. ما خو خیرخواهی از یارا میخوایم، ما خو غمخوری میکنیم، ما خو دلسوزی میکنیم، ما از شفقت و ترحم کار میگیریم. ما میگیم این مردم هم در دنیا فساد از بین بره، زمینه چی؟ زندگی خیلی برادرانه برابر شوه، مردم به امنیت در صمیمیت زندگی بکنه، آخرت هم از عذاب الله نجات پیدا بکنه. اما این مردم بگوه، این مردم که میمان میکنی دیگه هم تر قطعی در فرق سر قطعی چوب میزنه. دیگه چطور کنیم؟ الله تو فیصله کو، فیصله است. و قال الملأ الذين كفروا، گفتن مغطایت کسانی که کافر بودن انکار میکردن پیغمبران علیهم السلام، شعیب علیه السلام، من قومی، از قوم شعیب علیه السلام، لئن اتبعتم شعیبا، آلیسای کو تهدید کردن. خبر شدن که گروه شعیب علیه السلام زیاد شده رایسته، حالی تهدیدا را شروع میکنه. کی خبر میشه فلانی در ترجمه رفته؟ تو در ترجمه رفته بودی؟ اگه دیگه رفتی چشمیتا میکشون، چشمیتا میکشون. چی میگن؟ لئن اتبعتم شعیبا، اگر شما تابعداری شعیب علیه السلام کردی، انکم اذا لخاسرون، یقینا شما توانستی. باز در زندگی خوشی را نخواد دیده. موقتی شما میفهمیم خبر نبودن که یا چه قسم تهدیدا میکنه، لیکن فیصله الله چه رقم شده. فاخذتهم الرجفه، گرفت یارا، الرجفه زلزله، فاصبحوا گردیدن فی دارهم، در خانه هایشان، جاثمین، در زانو افتاده. یا خود دیگرا شعیب علیه السلام میکشید، خبر نبودن که خود در خانه چی پورو افتاده هلاک شدن. یک یا خود میگفتن که شما در تاوان هستی. چی میگه قرآن؟ الذين كذبوا شعیبا، کسانی که نسبت دروغ به شعیب علیه السلام کرد، کأن لم یغنوا فیها، تو گویی که یک زندگی در این دیار نداشتن. آرامی است. هلاکت الله یک دم آمد
و یک دم خاموشی و سکوت چی شد؟ حاکم شد در این منطقه. تو گویی کسی هم در اینجا زندگی نکرده بود؟ از سابق هیچ کس نبود. الذين كذبوا شعيبا، کسانی که نسبت دروغ به شعیب علیه السلام کردن، سخنانش تحلیل نکردن، سنجش نکردن، به باد هوا و فراموشی سپردن. کانوا هم الخاسرین. خاسرین کی شد؟ در بدر تاوانی این مردم شد. الله متعال کسانی که دعوت شعیب علیه السلام پذیرفته او را تاوانی نکرد، تاوانی مردم شد که دعوت نپذیرفته بودند. امی سرنوشت به خود قیاس کنی چه قسم هستیم؟ بله چند روزی دنیا سر ما بسیار سخت تیر میشه. پدر قطت خفه، مادر قطت خفه، خاله از قطت جنگی، ماما تو را هیچ سلام نمیده، هیچ پا سرت میآید. اما روزی فرا میرسه که همین عزتمندی را الله نصیبی تو میکنه، نه نصیبی کی؟ او کسانی که رای مخالفت در پیش گرفته. فتولوا عنهم، رو گردانید شعیب علیه السلام از یا و قال، گفت یا قومی، ای قومی ما لقد ابلغتکم رسالات ربی، من مسئولیت خود ادا کردم، چیزی که ما مناسب بود به حالم او را انجام دادم. لقد ابلغتکم، رساندم برای شما رسالات ربی، ذمه‌واری هایی که از جانب الله به من داده شده بود که ما براتون برسانم، او را تکمیل کردم. یک، و نصحت لکم، بسیار خیرخواهی برای شما کردم، بسیار خیرخواهی از شیوه های متنوع پیش آمدم که شما بپذیرید، لیکن شما نپذیرفتی. این سرنوشتتان. فکیف آسا علی قوم کافرین، چه قسم غم بخورم بالای قومی که منکر کافر است؟ گاهی غم نمیخورم. یکی به نه ایمان آوردن غم خوردن است، این غم صحیح است. کسی که ایمان نمیاره آدم غم بخوره، این صحیح است. یکی به هلاک شدن، ده هلاک شدن کافر کسی باید غم نشوه، غمگین نشوه. طوفان آمد سر امریکا، کلش تباه کنه. خب است، اگر تو اینجا غمخوری کردی مسلمان نیستی. اینجا قرآن برات میگه، فهمیدی؟ حالی چی میگه؟ وام بشر است، وام بشر است. از او بشر که ده حیوان خوب است. حیوان برای تو خدمت میکنه، حیوان گپی تو را میپذیره، مکمل ده هدف زندگی تو را پیش میبره. اما او کافر 100 درای امنیت شده، 100 درای حاکمیتی کی شده؟ الله متعال شده. او نخواسته که مردم چی است، او نخواسته. از او خاطر باید ما سری هلاکت و مصیبت های کفار گاهی هم غمگین نشویم. و ما ارسلنا فی قریة، روان نکردیم در یک قریه من نبی، یک پیغمبر، الا اخذنا اهلها، نتیجه گیری از داستان های سابقه است. قرآن کریم اشاره میکنه چی نتیجه به دست آمد. الله متعال میگه امی حالتا، امی انقلابات، امی پیغمبرها روان کردن، امی عکس العمل ها از طرف قوم، درس عظیم برای شما است. باقی او مردم خطیر شد، او مردم خطیر شده، شما درس بگیره. روان نکردیم در قریه من نبی، یک پیغمبر، الا اخذنا اهلها، مگر گرفت اهلش بالبأساء، به تکلیفای مالی، چی نقصانات مالی، و الضراء، به نقصانات بدنی، مریضی و گپا را سرش آوردیم. چرا؟ الله ظالم است؟ نه، لعلهم یضرعون، به خاطر که اظهار عاجزی به سوی الله بکنه. چرا؟ قاعده است انسان تا وقتی که در طرف او ناز و نعمت می باشه او قدر متوجه نمی باشه به سوی الله. زمانی که در تنگنا قرار میگیره، مشکلات میآید، یک کمی امو نور فطرت یک کمی چی میشه؟ روشن میشه، دریچه باز میشه به سوی الله. از این خاطر وی الله وی الله وی الله گفته رویست. تا وقت الله در یادشام نمی آمد. الله متعال بس اوقات همینطور حالت سر انسان میاره. به خاطر چی؟ اصلاح تو، که تو غافل هستی. راستی انسان غافل میباشه تا وقتی که آدم مریض نمیباشه، اما ایشه کانسرت هاست، خوشیست، چک چک از شراب است، کباب است، همینطور. یک دفعه که اپندکس شوی که 10 نفر از پشت در چارپایی انداخته و اوجا بگوی زناقی دکتر صاحبان میگیره که الله دکتر صاحب جان، که الله اون طرف بیدو باشه، وی 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 تا حالی نخو رقص میکردی، تا حالی نخو شراب میخوردی، حالی ده کجاستی؟ بله، انسانی که در می حالتم به هوش نبیه، انسانی که در این حالتم از غفلت بیدار نشوه، الله در یادش نبیه و عذاب آخرت در یادش نبیه، این بسیار بدبخت انسان است. قرآن کریم از این خاطر میگه ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، بعد از ما عوض آوردیم در جای رنج و تکلیف الحسنة، فراخی، نعمت، خوشحالی. حتی عفو، در عفو بسیار معناهاست. یک معنای شما میکنم، تا ای که خواب زیاد شدن در نان و نعمت ها زیاد شد. و قالو، آلی حالت های سختیشان نفراموش میکنه. چی میگه؟
میگه قد مس آباءنا، ایره نمیگه که همین سختی اسباب و علتش گناه ما بود، ما بدبخت بودیم، الله سر ما گناه حالت آورد. چی میگه؟ قد مس آباءنا، رسیده بود یقینا به پدرای ما الضراء، تکلیفای چی؟ بدنی و سرا و تکلیفای مالی، فاخذناهم بغتة. الله میگه ایره بیخی نادیده گرفت، تو میگیش سری از سختی تیر نشده. الله خود نعمت داد که تو باش امو سختی سرش هست یا نه. ماجرت سر ما و شما تیر شد. خانه های خود دروازه شیلا الا کردیم، کالاها همه چیز، تنور در دادگی، گوشت سرش بار کلش الا کردیم، رفتیم حرکت کردیم، هجرت کردیم، رفتیم خانه ها را آباد گذاشتیم. وقتی پس آمدیم از هجرت، خانه مکمل باران زدگی، دیوالا افتادگی، هیچ چیز نبود، دانه ها بند، زمین ها خشک، درخت ها خشک. چی کردیم؟ امو حالت سابقه را یک در خدایات خود می آوردیم. ناز و نعمتی که ما دیش مبتلا بودیم در یک جای، شما برای من آدرس بده که در فلان جای ترجمه قرآن کریم میشود، درس تفسیر میشود، درس حدیث میشود، بگوی جمعه خانی و نماز خانی بود. شما باور به الله بکنید در شهر در شهرات خوبتر بود، در دیهات فقط مولا تنها در رمضان و در زمستان گرفته میشود، خیر و خلاص، دیگه آذان هم نبود. الله این حالت سر ما آورد، یک کمی بیدار کرد. هجرت ما در اینطور منطقه شد که یقینا علم آموختیم، مدرسه ها را دیدیم، حرکتی و مردم دیدیم. مردم پاکستان واقعا مردم متدین است. یکی علمایش به کدام اندازه خدمت کرده، به کدام شیوه خدمت کرده، اون موضوع علیحده است. چون دینمی تقلید و دینمی گپام چی بودن؟ بند بودن، اما قسم خدمت کرده به مو اندازش. اما دیدیم یک مسجد پاکستان به 10 و 20 دانه شاگرد نیسته، اما ما یک نفر از مختلف ولایت ها برای ما زنگ زده میشه که شما لیلیه دارید؟ ما میگیم نه. لیلیه را چی میکنی؟ مولا را نگاه کردن نمیتونی. تو لیلیه سری نوبت مولا جنگ است. ریش سفیدا وقتی که جمع میشه که مولا میگیریم، یکی را که انتخاب بکنه نماینده، چی برش میگه؟ کلش تاکید میکنه یک مولای گزاره‌ای را پیدا کن، عاجزک یک هفته نان ندی هیچ برات گپ نزنه. اونو طور است. دیدیم مدرسه ها را دیدیم. امروز کجاست افغانستان؟ درس گرفتیم. تجار ما پاس آمد در هر کوچه، کدام قصری بگه پاریس، قصری بگه لندن، قصری اورانوس، قصری بینظیر، قصری کلش برای کی؟ فحاشی، عیاشی، بدبختی. کدام گپ نیست که اینجا نیست. تلویزیون است، تلویزیون چند چینل جور شده، سینما، شرابخوری. کدام مدرسه، کدام تجار؟ بگوی برای من کجاست؟ رفتیم عبرت گرفتیم نگرفتیم. الله رحم بکنه. ما میگیم که برو این سری سابقا ما میتور مهاجرا شده بود دیگه، پس آمدیم. الله میگه نه، فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. گرفتیم، الله میگه ناگهان یاره، در حالی که هیچ احساس نداشتن. حالی خو مهاجر نیستیم، لیکن از او هجرت کرده بسیار بد هستیم. چرا؟ در هجرت آزاد بودیم، خانه ما آزاد، دختری ما در کنترل ما، بچه ما در کنترل ما. امروز در خانه خود هستیم، اما اگر شب کافرا بیاد در خانه داخل شو کیست؟ اوزا ما نکده میتونه؟ پلیس ما نکده میتونه؟ اردوی ملی تو کی؟ قوم هیچ کس ما نکده نمیتونه. یه عذاب الله است. چرا؟ به خاطری که ما درس نگرفتیم، عبرت نگرفتیم. که پس می آمدیم اولین چیزی که آباد میکردیم مسجد بود. اولین امامی که می گرفتیم کسی را انتخاب میکردیم که قرآن برای ما تفسیر میکرد، حدیث در مسجد برای ما شروع میکرد. شده؟ کسی می کار کرده؟ نکرده. باز هم است. ولو ان اهل القرى، اگر اهل قریه ها آمن و ایمان می آوردن، الله متعال می فرماید همه چیزا سرچشمه تمام برکات ایمان و تقوا است. زمان ایمان و تقوا در کدام جامعه می آید، خود به خود ثمرات ایمان و تقوا منتشر میشه. امن، عدالت، صمیمیت، برادری، دلسوزی، کلش خود به خود می آید. شرط است که ایمان و تقوا باشه. ولو ان اهل القرى، اگر اهل قریه آمن و ایمان می آوردن و تقوا، خدا نگاه میکردن از شرک و مخالفت و نافرمانی الله و دعوت انبیاء علیهم السلام، لفتحنا علیهم، ما اعلام میکردیم، باز میکردیم بالایشان برکات من السماء، برکت ها از طرف آسمان ها. اگرچه برکات هر اون نعمتی که پایدار باشه او را برکت میگن،
برکه حوزی که آب داره همیشه او را برکه میگه. برکت امو خیر کثیری که دائم باشه. ما روان میکردیم برکات از طرف آسمان ها، باران در وقت وادیش بدون طوفان بدون یکی میوه یخ نمیزد، کشت و زراعت مکمل بالا میشد، دشت و بیابانان للم میکرد. والارض از زمینم برکات بالا میکردیم. ولکن کذبوا، لیکن مردم ها تکذیب کردن، نسبت دروغ کردن به دعوت انبیاء علیهم السلام. فاخذناهم، گرفتم یا رب ما کانوا یکسبون، به سبب او اعمال ناشایسته که یا کسب کردن. همه بدبختی و همه ناهنجاری عامل اصلیش بد کردار جنایات خودی از یاست. یا به خود نمیبالن، در خود نمیبینن. البته میگه که همو طور میآید. افامن اهل القرى، آلی اگر کسی سوال بکنه کسی کو دنیای کفر بیبی که کافر است چقدر در ناز و نعمت است. لیکن اونجا دو جواب ما داریم. یک جواب، اول باید معنای ناز و نعمت بفهمیم. ناز و نعمت چی را میگه؟ ناز و نعمت تنها برابری اسباب حسی و ظاهری را نمیگه، اسباب مادی را نمیگه. ناز و نعمت ای را میگه، راحت ای را میگه که انسان مطمئن باشد در زندگی خود. هیچ چیز در خانت نیست لیکن بالکل دلت خوش است، مطمئن استی، راحت است. در دنیای غرب صحیح است که اسباب ظاهری و مادی خیلی زیاد است، اما او پریشانی هایی که داخلی از و در نفسشان است، در خانوادهشان است، در جامعهشان است، حد نداره. حد برو که در روز چندین نفر چی میشه؟ بگوی کشتار میکنم آوین خود، زدن میکنم آوین خود. امی قدر بیامنی که در وطن ماست، باز ما میبینیم که بگوی کدام اختطاف یا کدام جنایت در کدام جای سرزد شود. یک کمکی انتشار یا در اونجا پراگندگی پیدا شد در ممالک غربی، باز میبینی که در یک ثانیه چقدر جنایت صورت میگیره، چقدر جنایت صورت میگیره. یک. دوم، ما همیشه دعوا سریازی داریم که ما مؤمن هستیم. خب لیکن آیا امی که مؤمن هستیم راستی مؤمنیت ما واقعی است؟ امو صفتی که از مؤمن است در زندگی ما برآورده شده، تکمیل شده که ما تقاضای امی برکات بکنیم؟ خب افسوس است که ما میگیم که این نام ما مؤمن مانده شد مسلمان و در آذری مسلمانان در تذکیره اسلام نوشته شد، بعد کلی برکات الله بیاد. نه، برکات الله وقتی میاد که ما واقعا ایمان در وجود ما پیدا شده باشه، حقیقی مؤمنی و حقیقی گشته باشیم، بعد از برکات بیبی و در وقت واقعا برکات الله تعالی است. ما یک کمکی خدا برابر کردیم، یک کمکی. حالا طرفداری جهاد کردیم، الله نصرت کرد. دیو جهانی را چی کرد؟ بگو کلش. اینمی حرکت مجاهدین بود که الله کامیابی را برش نصیب کرد. امروزم اگر ما یک کمی خودش دور بدیم، طرف کتاب الله و سنت رسول الله برویم، دیگه اینمی قوم پرستی و ملت پرستی را مکمل زیر پا بکنیم که عالی بسیار خراب شده وضع دنیای ما. خصوصا این انتخابات ها گرفت ما را دیگه هم کشان به سوی چی؟ بگو ملت پرستی ها. اگر همی گپا از بین بره، تعصب کنار زده شود، الله برکات خدا باز روان میکنه. افامن اهل القرى، یا به امن از اهل قریه آیاتهم که بیا برشان باسنا عذاب ما بیاتن از طرف شب و هم نایمون، در حالی که یا خواب باشن. اینطور فکر نکنه که همین ناز و نعمت همیشه دائم است. بعد ترس انسان داشته باشه، مؤمن بعد بترسه. یک. او امن اهل القرى، یا به امن از اهل قریه آیاتهم که بیا برشان باسنا عذاب ما ضحا از طرف چاش و هم یلعبون، در حالی که یا مصروف امو کار روزگاری خود باشه. اشاره به این میکنه بله و هم نایمون، عاجزی به الله بکنه، تضرع به الله بکنه که یا الله این حالت ما را تو دیگرگون بساز به حالت خوب. این در بدری ها، اینی مشکلات که دی وطنی ما پیدا شده، الله نایمون باشه. اینطور مردم ها را الله عذاب میاره. کسایی که استغفار طلب میکنه الله عذاب روان نمیکنه. موجودیت پیغمبر علیه السلام مانع عذاب الله و دیگر تا وقتی که استغفار طلب میشه. حالا مستغفرین بالاسحار است. دوم، کسانی را اشاره میکنه که آنقدر غفلت شده، مردم در لهو و لعب مبتلا است. چاشت میبینید کجاست؟ کانسرد است، کجاست لیس مریم چکر میزنه. چی کار داری؟ به خاطر یک دانه زیر ازاری یا زیر پیرنی زن و دختر از اینجا 5 نفر حرکت میکنه، اونجا باز 20 خفتن پس دور میخوره. او برادری چی گپ است؟ نیست مردم شما باور به الله بکنی از دین غفلت کرده، از آخرت غفلت کرده، مسئولیت خود نمیشناسه. افامنوا مکر الله، یا به امن هستند از گرفتی الله. مکر چاره سنجی را میگه، چاره سنجی برای هدف رسیدن.
آلی الله متعال یا خو هدفایشان چیست؟ دنیا را تعمیر کنیم، آباد کنیم، تا کنیم، بالا کنیم. آیا به امن هستن از گرفتی الله؟ اینجا مکر تدبیر الله را میگه که الله چطور تدبیر کرده. فلا یامن مکر الله، به امن نیست از گرفتی الله، از عذاب الله، الا القوم الخاسرون، مگر اون قومی که تاوانی است. قوم تاوانی همیشه خدا به امن میدانه که البته هیچ حساب و کتاب نیست، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، همونطور مست و ملنگ میگرده، ناگهان مرگ میرسه، در بدر خاک بسر میشه. کسی که آخرت عقیده داره، میفهم مسئولیت خدا، ارزش خدا، وقت خدا، الله کدام نعمت ها را برش داده، هیچ وقت خدا بی فکر از عذاب الله نمیدانه، از گرفت الله نمیدانه. مؤمن همیشه در خوف چیست؟ رجا است. طور نیست که بالکل مطمئن باشه که مرا الله نمیگیره، نه، باید تو خوف از الله متعال داشته باشی و همچنین امیدم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.